حتما برای شما هم پیش اومده که میخواین وارد سایتی بشید که تحریم شده و توی گیم پینگ خیلی بدی میگیرید. برای رفع این مشکل از VPN استفاده میکنید. اما استفاده از VPN ممکنه سرعت اتصال رو کم کنه و پینگ شما هم خیلی بالا ببره. پس در این ویدیو راه حل هایی برای این مشکل ارائه کردم. سلام خدمت شما دوستان عزیز، آرکیا هستم و اینجا آموزتک هستش. خیلی خوش اومدید. قبل از شروع ویدیو ممنون میشم ویدیو رو لایک، کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید و شبکه‌های اجتماعی زیر ویدیو هست حتما جوین بدید. توی این ویدیو چند تا DNS برای رفع تحریم معرفی کردم تا با خیال راحت هر سایت و گیمی که خواستید رو باز کنید و سرعتش و زود لود شدنش لذت ببرید. به معطلی بریم ویدیو رو ببینیم. DNS اول DNS کلادفلیر هستش. یه DNS خیلی معروف و پر استفاده ولی برای ایرانیا خیلی خوب نیست. حالا بعدا بهش میپردازیم، رسیدیم به DNS های بعدی میگم بهتون. برای فعالسازی این DNS شما باید ویندوز و R رو بزنید، ncpa.cpl enter و روی شبکه‌تون کلیک راست، پراپرتیز و روی IPv4 دابل کلیک بکنید و DNSش خیلی راحت هستش، اصلا نیاز به کپی پیست نیست. 1.1.1.1 و 1.0.0.1 این تیکو میزنید اوکی و اینو میتونید کنسل کنید. چیز خیلی خاصی نیست، دیاگنوستیک نت بود که اصلا نیاز نیست و به همین راحتی DNS اعمال شد. DNS دوم DNS گوگل هستش، یکی از بهترین DNS ها بعد از کلادفلیر هستش که اینم باز به درد ایرانی ها نمیخوره. ncpa.cpl ویندوز R رو میزنید، ncpa.cpl رو تایپ میکنید، اینتر. خب روی شبکه‌تون کلیک راست، پراپرتیز و از این قسمت اگه DNS زدید که الان من DNS کلادفلیر زدم، obtain DNS server address automatically رو میزنید و use the following DNS server address رو دوباره میزنید. DNS تون پاک میشه و DNS خیلی راحت هستش دیگه. 4 تا 8 مثل اون یکی راحته و 2 تا 8 2 تا 4 اوکی. خب این هم میتونید کنسل بکنید و این هم DNS خوبی هستش ولی باز برای ایرانیا به درد نمیخوره که توی DNS بعدی بهش اشاره میکنیم که ببینیم که چرا به درد نمیخوره. من DNS ها رو برای این معرفی کردم که DNS های خیلی معروفی هستن، باید بشناسیدشون. DNS بعدی DNS شکن هستش، یکی از DNS های ایرانی که میتونید باش تحریم ها رو دور بزنید. لوگو R رو میزنید، تایپ میکنید ncpa.cpl، اینجا دابل کلیک میکنید رو شبکه‌تون یا میتونید کلیک راست، پراپرتیز و اینجا دوباره دابل کلیک و هم کاری که گفتم رو انجام بدید. فقط DNS این هستش 172.122.122.100. خب DNS آلترنیتش هم 185.51.202 هستش. اون تیکو میزنید اوکی کنسل. DNS بعدی DNS الکترو هستش، یکی از بهترین DNS هایی که برای گیم و وبگردی استفاده میشه ولی خیلی برای وبگردی استفاده نمیشه، اما من پیشنهاد میکنم برای فعال کردنش مثل همیشه ncpa.cpl دابل کلیک میکنید اینجا پراپرتیز، روی IPv4 دابل کلیک میکنید و این IP هستی 172.157.42.100 preferred DNS سرورش و
آلترنیت DNS سرورش هم همونه، فقط یه دونه 1 آخرشه به جای 0. تیکو میزنید اوکی اوکی، کنسل کلوز، میاد بالا و میرم داخل یوتیوب. به همین راحتی آورد. من میرم داخل کانالم، مشاهده کانالتان رو میزنم، به همین صورت اومد تو کانالم. این DNS یکی از بهترین DNS های وبگردی و گیم هستش که توی وبگردی هم تو که میبینید عالیه. تونستیم بریم داخل یوتیوب، میتونید داخل دیسکورد برید، داخل تلگرام هم اگه اشتباه نکنم میشه رفت. و آره دیگه DNS های خیلی خوبی هستن DNS ها. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این ویدیو رو حمایت کنید تا من بیشتر انرژی بگیرم و براتون بیشتر ویدیو بسازم. پس لایک و کامنت و سابسکرایب و جوین دادن توی شبکه اجتماعی فراموش نشه که شبکه اجتماعی زیر ویدیو هست، حتما جوین بدید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.